شاید در هیچ نگاره باستانی شما پیدا نمی‌کنید که دو پادشاه معروف دنیا، یکی به نشانه اسارت یکی به نشانه عجز، در مقابل شاه دیگری قرار گرفته باشند. وقتی در تخت جمشید قدم میزنیم، جدا از هنر هخامنشی ولی یک حس ناراحتی و بغض همیشه سراغ ما میاد. حس شکست، حس نابودی آثار ایرانی توسط غربی ها. اگر میخواهید این حس از بین بره 10 کیلومتر بیاید این برتر تخت جمشید در نقش رستم، جایی که حس پیروزی، حس قهرمانی، حس ایرانی بودن به شما دست میده. 3 شاه رومی در 3 دوره کوتاه مدت به ایران تجاوز کردند. یکی از شاه‌ها گوردیانوس کشته میشه. یکی از شاه‌ها فیلیپ به نشانه عجز و ناتوانی در مقابل شاه ایران زانو زده و شاه دیگه والریانوس به نشانه اسارت دستش در دستان شاه ایرانی است. ما سازه‌هایی رو داریم که هزاران سرباز رومی که همراه والریانوس به عنوان اسارت به ایران آورده شدن برای ایران ساختن. در کنار نگاره شاه ساسانی شاپور اول نگاره بهرام دوم وجود داره که زیر سم اسب این شاه ایرانی شما سرباز رومی رو به نشانه تحقیر می‌بینید و سمت چپ شاپور اول نگاره هرمز دوم رو داریم، جایی که باز سرباز رومی به نشانه تحقیر و شکست حکاکی شده. خیلی جالبه وقتی منابع رومی رو میخونید، تو منابع رومی میگن ما پیروز شدیم، اما واقعیت اینه تعظیم و اسارتی که اینجا دارید میبینید به عنوان سند دست اول که هیچ راه فراری رو برای غربی ها نمیذاره.